لحظات تلخ مرگ پدر مدینه 3 ساله هنوز هم در خاطرات او است و او را اذیت می کند. در رویدادی که جان پدر مدینه را گرفت، او نیز زخم برداشت، اما آسیب‌های روحی که به وی رسیده جدی‌تر به نظر می رسد و وی قادر به صحبت کردن نیست. افراد مسلح عصر روز پنجشنبه هفته گذشته پدر مدینه را در پیش چشمانش به گلوله بستند. محمد نعیم کاکای مدینه میگوید برادرش حدود 17 سال برای تامین امنیت کشورش کار کرده، اما مردان مسلح خلاف اصول جنگ او را در پیش چشمان کودکش کشتند. این طفل حالا هم با حالت اولیش نیست. از همان روز گریه می کند، چیخ می زند و می ترسد. از همان روز اول صرف یک گپ زده است. آن هم من که آمدم گفت کاکا مرد. این رویداد در کنار بازتاب گسترده در رسانه‌ها با واکنش مردم عام هم مواجه شد. این طفل همراهش بود، بالای او هم دل نسوختاندند. دشمنان همیشه این قسم اعمال را اجرا می کند. باید جلوش گرفته شود. باید عاملینش پیدا شود. این تنها عضو خانواده ما نیست که کشته شده است. مقام ولایت کندهار در خبرنامه گفته است که عاملان قتل پدر مدینه پس از یک درگیری با نیروهای ویژه قطعه 03 در ناحیه نهم شهر قندهار کشته شدند.